آهای سلام، اگه گرسنتونه برین یکم جلوتر، اونجا یه رستوران هست. من کارمند همون رستوران هستم. انگار صدای در اومد. این بو رو حس میکنی؟ یه بوی میاد، یه جور بوی بده. این بوی بد منو یاد یه بوی میندازه، بوی بد یه چیزی. ماهی کولیا. چیه؟ ماهی کولیا. بس دیگه، لطفاً یکم آروم باشینه. میشه یکیتون حرف بزنه و بگه که چی میخواین؟ غذا. خب اگه شما غذا میخواین، میشه لطفاً همتون پشت سر هم توی یک صف قرار بگیرین و یکی یکی بیاین جلو و سفارش بدین؟ الان میرم فروشگاه و هر چی آقای خرچنگ سفارش داده میخرم. اینا چرا اینطوری میکنن آقای بختاپوس؟ نمیدونم، اینا انقدر زیادن که وقتی تو صف وای میستنم اینطوری میشن. اوه، انگار تو طوفان گیر کردیم آقای بختاپوس. من آرامش میخوام آقای بختاپوس. نه، من مامانمو میخوام. دو 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 دو. یک کفگیر، یک کفگیر، یک کفگیر سکاره. مواظب این موج باش، باید از این دکل بریم بالا. این دیگه آخر خطه. خدا حافظ آقای بختاپوس. آقای خرچنگ. یا 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 یا. کی دسته کفگیرگیر هسته‌ای سفارش داده؟ دسته کفگیرگیر هسته‌ای؟ درسته، همراه با یک کفگیر سکاره پروانه‌ای که مثل پروانه موتور جت حرکت میکنه. فکر کنم حالا دیگه میتونم کارمو شروع کنم. کی گرسنه‌شه؟ انتظار تموم شد. آقای شلوار مکعبی، تو بهترین آشپز غذاهای آماده هستی که تا حالا دیدم. به رستوران خوش آمدی. اما آقای خرچنگ، به افتخار باب اسفنجی. هیپ هیپ هورا، میدونی؟ هیپ هیپ هورا، هیپ هیپ. ولی آقای خرچنگ، من میرم اینا رو بشمرم، شما به کارتون ادامه بدین. یا 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 یا. روزتون بخیر دوستان. بگو ببینم چی میل داری پاتریک؟ یه پیراسکی خرچنگی. چی؟ وای! آقای خرچنگ بیا ببین کارمند جدیده چه میکنه. ای خدا.